سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من مینو هستم، تورنتوی کانادا زندگی میکنم به همراه خانواده‌ام. 18 ساله که کانادا هستیم. کار اصلی من که فول تایم کار میکنم مشاور مشاغل هستم و در یک ارگانیزیشن غیر انتفاعی دارم کار میکنم. حدود 2 سال و نیمه که من در کنار کار اصلیم دارم یک بیزینس آنلاین رو انجام میدم. بسیار بیزینس خوبیه و همه میتونن اونو انجامش بدن. نیازی به تجربه خاصی نداره. همه آموزش ها به شکل گام به گام و ویدیو بیس در اختیار شما قرار میگیره. اگر که از طریق وبسایت من ثبت نام بکنید www.minomoshirpur.com من افتخار دارم که منتورتون باشم، قدم به قدم در کنارتون هستم که بتونید بیزینس خودتون رو به سلامتی و به امید خدا ستاپ بکنید. یک کوچ دارید، 24 ساعته ساپورت سیستم رو دارید که حمایتتون میکنن به شکل کامل، تمام سوالاتتون جواب داده میشه و این بیزینس جهانی هست، از همه جای دنیا میتونید شما انجامش بدین. متاسفانه فعلا از طریق از داخل کشور ایران و کشور افغانستان قابل انجام نیست. امیدواریم که به زودی از اونجا هم قابل انجام باشه، ولی اگر که اقامت کشور دیگه ای رو دارید، در کشور دیگه خارج از ایران و افغانستان زندگی میکنید، میتونید این بیزینس رو به راحتی انجام بدید چون نیاز به تجربه خاصی نداره و مزایای خیلی خوبی داره. این بیزینس قابل انتقال به فرزندانتون هست. اگر تو یک زمانی شما بخواید اونو به عزیزانتون منتقل کنین، به راحتی میتونید این کارو انجام بدید. میتونید این بیزینس رو با خودتون به کشورهای مختلف ببرید، حتی وقتی سفر میکنید میتونید اونو انجام بدید. الان من از آمریکا دارم اونو انجام میدم. اومدم آمریکا که دخترم رو ببینم. خب در این حال که اینجا هستم، در سفر هستم، روی بیزینس هم کار میکنم. برای کسایی که زندگی بیزی دارن خیلی مناسبه، چون میتونید شما با صرف فقط 1 یا 2 ساعت در روز این بیزینس رو کامل انجام بدید. فقط نیاز به اینترنت دارید و یک گوشی تلفن و یه لپتاپ که همه ما داریم، میتونید کامل روی این بیزینس کار بکنید. اگر که علاقه‌مندید در موردش بدونید، خوشحال میشم که با من تماس بگیرید. اسم من مینو مشیرپور هست. میتونید توی فیسبوک منو پیدا بکنید یا اینکه توی ایمیلم که info@minomoshirpur.com هست، به من ایمیل بدید و میتونید در وبسایت من www.minomoshirpur.com رجیستر بکنید. امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید و به امید دیدارتون. مرسی، خدا نگهدار.